با عرض سلام، ما سعی کردیم برنامه‌مون رو جوری برای شما شنوندگان ارائه بدیم که به قول معروف برنامه‌ها مختلف باشه. سعی کردیم در مورد پزشکی، در مورد ازدواج، کودکان، رنگ‌ها براتون به هر حال برنامه‌ای رو انتخاب کنیم. متن رو من توی یکی از سایت‌های اینترنتی انتخاب کردم در مورد پزشکی. امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان رادیو قرار بگیره. اصلا سوالایی که ما روزمره از خودمون میکنیم که اصلا پزشکی چیه، از کجا اومده، یا اینکه اصلا این بازیایی که ما انجام میدیم روزانه یا غذایی که میخوریم از کجا اومده، از چه کشورهایی، از چه شهرهایی، و اصلا کی اسمگذاری کرده اونا رو. به خاطر همین ما سعی میکنیم تو برنامه‌مون هر دفعه یکی از این سوالایی که برای همه ما پیش میاد جوابشو توی برنامه بگنجونیم. امیدوارم مورد نظر شما قرار بگیره. امروز برنامه ما روی کلمه پزشکی، اصلا کلمه پزشکی از کجا اومده و کی بنا کرده این کلمه رو، متن رو انتخاب کردیم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. چه کسی پزشکی را بنا نهاد؟ کار هر پزشک طبابت است. بنابراین نخستین کسی که به بیمار کمک کرد تا بهبود بیابد به نوعی نخستین پزشک بود. برای مثال، مرد غارنشینی که خار را از پای دوستش بیرون کشید همان کاری را انجام داد که امروزه پزشکان می‌کنند. انسان‌های بدوی به روشی طبابت می‌کردند که بدان جادو می‌گوییم. آنها از ورد و آهنگ و یا جوشانده ساقه و یا برگ درختان استفاده می‌کردند و یا به تصادف دریافتند که گرما در کاهش درد کتف در رفته و جا رفتن آن تأثیر دارد، و یا اینکه جوشانده‌ای که گیاه برای درد دل انتخاب کرده ایم مناسب است. بسیاری از مردم که هنوز به شکل ابتدایی زندگی می‌کنند استخوان شکسته را جوش می‌توانند دهند و یا از گیاهان آرام بخش و خواب‌آور استفاده کنند. پزشکانی از این دست از آغاز تمدن بوده اند. از بابلیان بر جای مانده است که انواع بیماری‌ها را به روشنی تشریح کردند، به طوری که برای پزشکان امروزی به راحتی قابل فهم است. مصریان باستان نیز پزشکانی داشتند که بیماران را درمان می‌کردند. داروهای آنها شامل قرص و پماد بود. آنها حتی روی اعضای خارجی بدن جراحی می‌کردند. نخستین پزشک یونان باستان اسکلاپیوس نام داشت. روش طبابت وی گونه‌ای جادویی بود، اما به تدریج علم پزشکی در یونان رواج یافت. مردی به نام بقراط که در 400 سال پیش از میلاد میزیست سخت کوشید تا سرانجام پزشکی را از بند جادو و خرافات رهانید و به درستی لقب پدر پزشکی بر او نهادند. بقراط در نوشته‌های خود توصیه می‌کرد که نخست بیمار را از نزدیک به دقت بررسی کنید. او از روش درمان آرام استفاده می‌کرد و می‌کوشید بیماران را ترغیب کند تا به طور طبیعی دوره بهبودی را طی کنند. پزشک هیچگاه نباید با به مخاطره انداختن بیمار به او آسیب رساند. پزشک باید رازدار بیمار باشد. بقراط همچنین بسیاری از بیماری‌ها را هم شناخت و آنها را تشریح کرد. برخی از واقعیت‌های پزشکی که وی به آن رسید امروزه هنوز به اندازه 1000 سال پیش اعتبار و ارزش دارد. با تصوری که امروزه از پزشکی داریم، بقراط را می توانیم نخستین پزشک دنیا بنماییم. Arrangement by DJ Sushistry Track. خیلی دیر رسیدی ای دوست، هفتا کفن پسوندم، پیرهن سیاه تنت کن، من فقط یه استخونم. ببین چی کردی با این دل، فکر کن فقط یه لحظه،
نذار دیگه بیشتر از این تنم تو گور بلرزه. فقط یه خواهشی دارم زیر تابوتمو نگیر. وقتی که رفتم زیر خود قبر منو بغل نگیر. حالا دیگه راحتی هر کاری که میخوای بکن. منو به کی فروختیم و برو واسه همون نمیر. حالا دیگه راحتی هر کاری که میخوای بکن. منو به کی فروختیم و برو واسه همون نمیر. تا 7 روز سیاتنت کن. شبای جمعه یادی از ما کن. عشقی که بردی باشه حلالت. عمری که بردی باشه حرامت. فقط بدون روز قیامت جلوی راه تو رو میگیرم. تقاطعی رو میکرد دست رفتن رو ازت میگیرم. فقط بدون روز قیامت جلوی راه تو رو میگیرم. تقاطعی رو میکرد دست رفتن رو ازت میگیرم. مطلب دیگری براتون انتخاب کردیم در مورد حروف الفبا. سوالی که خیلی از ما داریم که اصلا حروف الفبا از کجا اومده، بنیانگذاران حروف الفبا کی هستن و از کدوم کشور یا قاره پدیدار شده. چه کسی نخستین بار به فکر الفبا افتاد؟ حرف‌های الفبا علامت صوتی هستند. الفبای انگلیسی از الفبای رومی گرفته شده که 2500 سال از پیدایش آن می‌گذرد. حروف بزرگ در زبان انگلیسی عیناً همان حروفی هستند که در سنگ قبرهای رومی در 3 قرن پیش از میلاد حک گردیده است. پیش از اختراع الفبا، بشر برای ثبت وقایع یا رساندن مطالب خود از کشیدن تصویر استفاده می‌کرد و مثلا با تصویر چند بزه‌کوهی این معنا را می‌فهماند. تصویرنگاری که خود نوعی نوشتن بود، به وسیله بابلیان، مصریان و چینی‌ها بسیار گسترش و تکامی یافت. پس از مدتی تصویرنگاری دستخوش تغییر شد، یعنی به جای آنکه تصویر یا شکل دلالت بر همان چیزی بکند که شکل از آن اوست، دلالت بر معناها می‌نمود که با آن شکل رابطه‌ای داشت. مثلا شکل پا را می‌کشیدند و از آن معنای راه رفتن را منظور می‌داشتند. این مرحله از نگارش تصویرنگاری نام گرفت. اشکال این گونه نگارش آن بود که یک پیام را افراد مختلف به راه‌های گوناگونی تغییر می‌کردند و این عمل مردم را در تصویرخوانی بسیار سرگردان می‌نمود. از این رو این شیوه نیز رفته رفته تغییر یافت، یعنی کم کم علایمی درست شد که نشان دهنده شیوه ترکیب صداها باشد. مثلا اگر به بازو با می‌گفتند، تصویر بازو دلالت بر هر چیزی می‌کرد که در تلفظش صدای با وجود، مانند بابل.
این مرحله را میتوان مرحله حجه نگاری نام نهاد. بابلیان و مصریان و چینی ها بیش از این مرحله دیگری پیشرفتی نکرده بودند. مصریان در میان تصویرهای خود 24 علامت نیز گنجاندند که کار حروف بی صدا را می کردند. اما آنها نمی دانستند که این اختراعشان دارای چه ارزش مهمی بود. حدود 3500 سال پیش مردمی که در ساحل شرقی دریای مدیترانه می زیستند گام مهمی برای رسیدن به الفبای امروزی ما برداشتند. آنها متوجه شدند که یک علامت را می توان برای صدای معین در همه موارد به کار برد.